اگر سوال ممکنه فرمایید. استاد دوباره پیشنهاد شده از منگولیا روسیه دوباره 150,000 پوست پوست کارشدگی هر چی علاوه در سرتیفیکاتش پوستی خوب هم در ترکیبش داره. ما اون را خوندیم پوستی خوب بودنش خرید فروش مانعگی کرده. از نقطه نظر اسلام فروختنش درست نیست با فیلم نه؟ بله، قول صحیح در مسئله خوک اگرچه دباغت داده شده باشد هم پوستش، یعنی کار کرده خشک کرده آش دادگی میگن، آش دادگی به معنای یعنی که تازه کرده طاهر کرده شده باشدم، بنابر ظاهر حدیث کل ایهاب دوبیغه فقط طهوره، هر یک پوستی که دباغت داده شده است یعنی خشک کرده کار کرده شده است فقط طهوره، در حقیقت طاهر شده است. ظاهر این حدیث تمام پوست ها را در بر میگیرد، لیکن مثلا در مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه مخصوصا گوشت پوست خوک را اگرچه دباغت داده شودم حرمتش باقی میماند گفتن. بنابراین احتیاطاً یعنی با پوست خوک تجارت نکردن بهتر است. والله اعلم. تشکر. سلامت باش.